سلام، به کانال شب داستان خوش اومدین. اینجا صدای شماست. داستان زندگی کتی. سال 90 بود. یه روز مونده به کنکور حس عجیب و خوبی داشتم. حس بزرگ بودن و بزرگ شدن. وقتی سر از پا نمیشناختم که قرار کنکور بدم و از مهر ماه وارد دانشگاه بشم. صبح با ذوق از خواب بیدار شدم. رفتم سر جلسه. خیلی تلاش کرده بودم. ظهر خندون از سر جلسه اومدم بیرون و لحظه شماری می کردم برای نتایج. یادم روزی که جواب کنکور اومد قلبم از سینم داشت میزد که روزانه مجازم یا نه. سریع آماده شدم و بیرون رفتم کافینت سر خیابون. وقتی دیدم روزانه مجازم انگار دنیا رو بهم داده بودن. یه پرینت از رشته‌های پیشنهادی گرفتم و برگشتم خونه. ولی من از زمانی که یادم می اومد عاشق رشته معماری و عمران بودم. از طرفیم چون برادر بزرگتر از خودم این رشته رو انتخاب کرده بود منو مصمم میکرد که به سمت این دوتا رشته بیشتر جذب بشم. ولی رتبه من انقدر خوب نبود که بخوام دانشگاه سراسری عمران بخونم. پس قید روزانه رو زدم و تصمیم گرفتم برم دانشگاه پیام نور. دقیقاً جایی که مسیر زندگیم عوض شد. هر چقدر برادرم اصرار کرد که یا برم دانشگاه آزاد یا یه سال دیگه بشینم درس بخونم و برم سراسری، توی گوشم نرفت که نرفت و همین گوش ندادن ضربه بزرگی به خودم و زندگیم زد. خلاصه چند روز مونده به مهر ماه مدارکم رو جمع کردم و رفتم پیام نور ثبت نام کردم. توی رشته دلخواه خودم. چقدر خوشحال بودم که بالاخره به آرزوم رسیدم و قرار مهندس بشم. چند هفته از شروع دانشگاه گذشته بود و با چند تا از همکلاسیام دوست شده بودیم. یه اکیپ 10-12 نفره که کلی لذت می‌بردیم از کنار هم بودن. تا اینکه یه بار کلاس فیزیک بود و همه سر کلاس حاضر بودیم. جز یکی از همکلاسیامون کتاب اینجا ندیده بودیمش. وسط تایم کلاس در کلاس زده شد و یه دختر ریزه میزه با یه بلند قد وارد کلاس شدن و رفتن نشستن آخرین ردیف. اسم دختره سونیا بود. پسرم سهیل. گویا عاشق سهیل بود و همدیگر رو میخواستن. سهیل اون روز مهمون کلاس ما بود. بعد از اون روز سونیا هم قاطی ما شده بود و هر جا میرفتیم اونم با همون میومد. تا اینکه یه روز گفت بچه‌ها امشب پهل برونمه. ما هم جیغ و داد و هوار که مبارکه با آقا سهیل دیگه. که یهو گفت نه. سهیل تموم شد. چهرش در هم شد. همه سکوت کردیم و بعد من گفتم چرا نه؟ مگه نمی گفتید خیلی همدیگر رو دوست دارید؟ اشکاشو پاک کرد و گفت سهیل میگه نمیتونم بیام خواستگارید. برو که خوشبخت بشی. ما هم ناراحت شده بودیم ولی هر کدوممون به نفعی بهش دلداری میدادیم. فرداش دیدیم که سونیا حلقه خیلی ظریفی دستش کرده و جواب بله رو داده. چند روزی از عقد کردنش گذشته بود که به هم گفت کتی میتونی فقط 1-2 هفته به سهیل پیام بدی که حال و هوای من از سرش بیفته؟ از پیشنهادش جا خوردم. خیلی راحت گفتم معلومه که نه. ولی از اون اصرار پشت اصرار رو منم سادلو قبول کردم. چند روزی بهش پیام بدم تا اینکه آقا سهیل یکم سرگرم بشه و از حال و هوای سونیا بیاد بیرون. فقط رابطه من و سهیل همینجوری شروع شد ولی قرار بود فقط چند روزی در ارتباط باشیم. حالا چشم باز کرده بودم و شده بود چند هفته. تا به خودم اومدم دیدم دارم وابستش میشم. خیلی قشنگ حرف میزد. دقیقاً زمان امتحانای ترم اول بود که بهش گفتم آقا سهیل تا اینجا هم زیادی براتون وقت گذاشتم. دیگه وقتشه هر کی بره پی زندگی خودش. اونم خیلی راحت قبول کرد و همه چی تموم شد. ولی من انگار چیزی گم کرده بودم. همه چی تموم شد. یادم امتحان استاتیکم رو داده بودم و سوار سرویس دانشگاه شده بودم. انقدر خسته بودم که چشامو روی هم گذاشته بودم و داشتم از چرتم لذت می بردم که صدای SMS گوشیم منو از خلوتم بیرون کشید. وقتی شمارش رو روی گوشیم دیدم هم شوکه شدم هم خوشحال. یه سلام احوال پرسی ساده بود اما همین پیام کافی بود تا دوباره به ارتباطمون جون بده. واسه منی که تا به حال با هیچ پسری در ارتباط نبودم. نمیدونم چرا این بار مشتاق این ارتباط بودم.
روز به روز پیام و تماسمون با سهیل بیشتر و بیشتر می شد و این بار من به جای وابستگی داشتم عاشق می شدم. ولی اون هر بار بهم می گفت که هنوز سونیا رو فراموش نکرده و همین یه جمله کافی بود که من هر بار دلم بگیره و عشق یه طرفه رو روی خودم بکشم. حرفی از عشق و عاشقی نزنم تا غرورم زیر پای سهیل له نشه. این ارتباط همینجوری بیشتر از 1 سال ادامه پیدا کرد. یه ارتباط پوچ که مشخص بود من و سهیل فقط الکی با همیم، ولی من به خاطر عشق یه طرفه‌ای که به سهیل داشتم هر کدوم از خواستگارامو این مدت با یه ایرادی رد می‌کردم تا اینکه یه خواستگار همه چی تمام اومد و من نمیتونستم هیچ ایرادی ازش بگیرم. واسه همین به خاطر دلم و به خاطر عشقم تصمیم گرفتم به سهیل برای اولین بار بگم که چقدر دوستش دارم، چقدر میتونه با داشتن من کنارش خوشبخت بشه. خیلی استرس داشتم از اینکه غرورم بشکنه، حالم بد میشد، اما دلو زدم به دریا و همه چی رو بهش گفتم. اشک ریختم و از دوست داشتنم بهش گفتم، از خواستگارام که این مدت به خاطر اون رد میکردم، حتی از این خواستگار جدیدم. انتظار داشتم اونم به عشقش اعتراف کنه، ولی اون نامردتر از این حرفا بود. عین خیالشم نبود که منو 1 سال و نیمه وابسته خودش کرده. یادم اومد توی این مدت چند بار بهم گفته بود تو دوست دخترمی. حتی یه شب منو عشقم خطاب نکرده بود و من توی این 1 سال و نیم فکر میکردم واقعا عشقشم و دیگه با منه. اما با بهونه‌ای که آورد حالم از عقل ناقص خودم به هم خورد. وقتی بهش گفتم بیا خواستگاریم گفت راهم ازت دوره. جا خوردم. گفتم مگه 2 ساعت دور محسوب میشه؟ خیلی خونسرد گفت آره، به پدرم بگم این دختر رو از کجا میشناسم؟ سونیا همشهری بود، تو رو چی بگم؟ میدونستم که داره بهونه الکی میاره که منو از سرش وا کنه. انقدر خرد شده بودم که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم. برای اولین بار تصمیم گرفتم که باش کات کنم. سخت بود، ولی نباید خودم رو تو این منجلاب غرق میکردم. اونم دوباره خیلی راحت پذیرفت که تموم کنیم. هیچ تلاشی برای موندنم نکرد. منم برای همیشه توی قلبم کشتمش و دقیقاً 1 هفته واسش عزا گرفتم. خودم رو توی اتاق حبس کردم و یواشکی گریه میکردم. خواستگارمم با 1000 بهونه که الان نمیخوام ازدواج کنم رد کردم. اصلا تو شرایطی نبودم بخوام فرصت جدیدی به خودم بدم و اون بنده خدا رو هم اذیت کنم. من دل و فکرم جای دیگه بود. خلاصه تا مدت‌ها یه تیکه از قلبم درد میکرد. وقتی اسمی مشابه اسمشو میشنیدم، وقتی اسم شهرش به گوشم میرسید، دقیقاً بهمن ماه سال 92 بود و من خونه برادرم مهمون بودم، مشغول بازی با دختر کوچولوش که دیدم صدای پیامک گوشیم اومد. رفتم سراغش و بازش کردم. یه شعر قشنگ بود از یه شماره ناشناس. توجه نکردم تا اینکه چند تا پیام دیگه هم اومد و من پیام دادم شما؟ گفت یه عاشق دلخسته. کم کم پیام دادناش بیشتر شد و من که یه بار تجربه تلخ شکست داشتم بی خیال جواب دادنش بودم، تا اینکه یه روز بهم گفت کتی خانم خودتون هستین؟ جا خوردم، تعجب کردم، بیشتر ترسیدم که از کجا منو میشناسه. منم نوشتم بله شما؟ شماره منو از کجا آوردین؟ گفت دانشگاه یه شهر دیگه درس میخوندم، ولی اینجا دیدمتون و به خاطر شما تغییر رشته دادم و اومدم دانشگاه شما. میشه اما بیشتر بشناسیم؟ گفتم شماره‌مو از کجا آوردی؟ گفت توی انجمن دانشجویی آشنا داشتم، از اونجا گرفتم. بی خیال این حرفا، میشه بیشتر با هم آشناشیم؟ عصبانی شدم و گفتم نه نمیشه. هر چقدر اصرار کرد تن به این ارتباط ندادم. دوست نداشتم بازم خورد شم. هر روز میگفت به خدا من هدفم به دست آوردنته. یه دل نه 100 دل عاشقت شدم. گذشت تا اینکه یه روز گفت همدیگه رو ببینیم. منم بدم نمی اومد از پیام دادناش. اینکه میدیدم یکی هست منو میخواد و حالمو خوب میکرد و بازم خیلی اصرار کرد و منم قبول کردم ببینمش. یادمه هوا بارونی بود. اومده بود جلوی دانشگاه دنبالم. حس خوبی داشتم که تا حالا تجربهش نکرده بودم. حتی با سهیل. هرچی نزدیک ماشینش میشدم تپش قلبم بیشتر میشد. اینقدر بارون شدید بود که به سمت ماشین پاتون میکردم. سوار ماشین شدم و برای اولین بار اونجا دیدمش. چقدر چهرش به آنی بهم آرامش داد.
یادمه انقدر استرس داشتم که کسی ما رو نبینه. صدرا مدام میخندید و میگفت بابا بارونه، دیده نمیشی. این اولین دیدارمون بود که به خوبی گذشت. بعد از اون چند بار دیگه همو دیدیم توی رستوران و کافی شاپ. به مرور دیدم دوباره دارم عاشق میشم، ولی این بار به یه شکل دیگه، شکلی که دوست داشتن صدرا از من بیشتر بود و هدفش فقط خوشحالی من بود، آرامش من بود، نه اینکه به خاطر یکی دیگه منو علاف خودش کنه. دلش فقط برای من بود، نه برای رهایی از کسی دیگه به من متوسل شه. یه عشق دو طرفه قشنگ. چقدر حس قشنگی داشتم کنارش. این بار به مامانم گفتم که یکی رو دوست دارم و هر خواستگاری اومد بدون اینکه به من بگه خودش رد کنه، و همین کارم کرد. من و صدرا هر روز با هم برای عروسیمون، برای خونمون، برای مسافرتمون نقشه میریختیم و لذت میبردیم. میگفت کتی جانم زودی میام خواستگاری تو برای خودم میشی، و من چقدر کیف میکردم با همین یه جملهش، چه لذتی میبردم. تا اینکه شد مهر ماه 94. 2 سال از دوستی من و صدرا گذشته بود. دیگه حتی به سهیلم فکر نمی کردم. یه روز عصر بود، صدای پیامک گوشیم اومد. صدرا بود. نوشته بود خواهرم 5 دقیقه دیگه زنگ میزنه، گوشی رو بده مامانت باش حرف بزنه. اینو که دیدم قند توی دلم آب شد. باورم نمیشد این روزو ببینم. خلاصه زنگ زد و با مامانم برای فردا شب قرار خواستگاری گذاشتن. وقتی اومدن و صدرا رو دیدم دلم میخواست بال در بیارم. توی خوابم این شبو نمیدیدم. روی ابرا بودم. خدا رو شکر مراسم خواستگاری و بله برونم با خوشی وصف ناپذیری تموم شد. انگار زمان برای جفتمون داشت قشنگ میگذشت. یادمه قبل از اینکه باش عقد کنم ماجرای سهیل رو بهش گفتم و با یه قلب پر از عشق و صادقانه جواب بله رو بهش دادم. الان 9 ساله با صدرا زندگی میکنم و یک پسر ماه ثمره عشقمونه. هیچ وقتم ذره‌ای به سهیل فکر نکردم. هدفم از این داستان فقط و فقط این بود خام حرفای هیچ کسی نشین. اگه پیام نور نبود، اگه سهیل نبود، اگه سونیا نبود، اگه خام نبودم، هیچ وقت مسیر زندگیم اینقدر به بیراهه نمیرفت، اینقدر نمیشکستم. درسته الان زندگیم آرومه، ولی سختی زیادی کشیدم. خودم فقط میدونم چه شبایی که صبح نمیشدن. صدرا توی این مدت 2 سال طول کشید درسشو تموم کنه. 2 سال رفت سربازی، 3 سال دنبال کار گشت و 2 ساله که یه فروشگاه رو انداخته. منم توی این چندین سال پا به پاش زندگیمونو ساختم و صدرا و پسرمون الان تمام زندگیم هستن. داستان زندگی نیلا. ترم آخر دانشگاه بودم. یادمه از بچگی دلمو به میلاد پسر خالم باخته بودم، اما اون هیچ حسی بهم نداشت. هیچ وقت تحویلم نمی گرفت. توی بازی‌ها همیشه نفرتشو بهم نشون میداد، اما برای من اهمیتی نداشت. تنها چیزی که مهم بود فقط این بود که من دوستش دارم. بزرگتر که شدیم بارها به هر بهونه‌ای سعی داشتم بهش بفهمونم دوستش دارم، اما اصلا توجهی نمی‌کرد. کاملا میفهمیدم جاهایی که من حضور دارم خیلی نمیاد. از اول خالم بهم میگفت عروس خودمی، ولی چهره و رفتارای میلاد اینو نمیگفت. خیلی دوست داشتم به منم مثل بقیه دخترای فامیل توجه کنه، اما نمیکرد. یه روز خونه بابا بزرگم جمع بودیم. قرار شد دخترها و پسرها بریم بیرون دور بزنیم. کلی آرایش کردم، به خودم رسیدم. تا اومدم کفش بپوشم یهو میلاد هوفی کشید و گفت تو کجا میای؟ جا نداریم دیگه. خشکم زد. همه بهم زل زده بودن. نیشخند مهندس دختر داییم ازم دور نموند. خجالت کشیده بودم. غرورم شکسته بود. گفتم دارم میرم مغازه. نمیخواستم با شما بیام. انگار همه نفس راحتی کشیدن. نمیدونم چرا بین هیچ کدومشون جایی نداشتم. رفتن و من تنها موندم. رفتم گوشه حیاط، شروع کردم گریه کردن تا کسی اشکامو نبینه. شاید چون من یکم اضافه وزن داشتم و صورتم سبزه بود منو دوست نداشتن. 1000 فکر و تخریب نسبت به خودم میومد تو ذهنم. دوباره خودم رو قوی نشون دادم و برگشتم توی خونه. مامانم با تعجب گفت پس تو چرا نرفتی؟ گفتم جا نداشتن. خالم یهو گفت چرا جا نباشه؟ میلاد ماشین پدرشو گرفته. گفته تو مهندسه رو میبره، بقیه هم تو ماشین امید میشینن. با این حرف تمام بدنم یخ زد. یعنی الان مهندسه با میلاد یه جا بودن؟
میخواستن خلوت کنن. حالم از خودم و احساسم به هم میخورد. رفتم یه گوشه نشستم و خودم رو با گوشی مشغول کردم. ساعت 8 شب بود که همشون اومدن بدون توجه به من. انگار من حضور نداشتم. نمیدونم چرا دوستم نداشتن، چرا همه منو از خودشون دور میکردن. عمیقاً احساس تنهایی داشتم. میلاد و محدثه اومدن. زیر نظر داشتمشون. مشخص بود حسابی به هم دل و قلبه دادن. از این وضعیت ناراحت بودم. تحمل دیدن توجه میلاد به محدثه رو نداشتم. میلاد برای من بود. باید منو دوست می داشت. باید به من توجه می کرد، نه به این محدثه از دماغ فیل افتاده. اون شب برای اولین بار جایی که میلاد بود دوست نداشتم بیستم. به مامانم گفتم دلم درد میکنه، زودتر بریم خونه. آخه داشتم خفه می شدم. شامو زود خوردیم و برگشتیم خونه. رفتم توی اتاق و گریه کردم. به خودم، به احساسات 20 و چند سالم، به میلاد. آخه چرا دوستم نداشت؟ میرفتم دانشگاه اما همه ی حواسم پرت میلاد بود. در مورد میلاد بارها با اکرم صحبت کرده بودم و اونم میگفت یه دعانویس میشناسه، بیا برو پیشش. ولی من نه باور داشتم، نمیخواستم این کارو کنم. روزا میگذشت و هرچی توی این استا براش پست میفرستادم فقط میخوند و گاهی لایک میکرد و خیلی کم حرف میزد. شب تولدم رسید. یه جشن خانوادگی گرفتیم و همه رو دعوت کردیم. میخواستم شمع فوت کنم که آرزو کردم میلاد برای من باشه. بعد شمع فوت کردم که یه دفعه میلاد گفت من یه سورپرایز دارم. خیلی خوشحال شدم. چشم ذوق زده شدن. قلبم به تپش افتاد که چه سورپرایزی داره برام. یعنی چه کار میخواست کنه برام؟ دل تو دلم نبود. توی همین افکار و حال و هوا بودم که یه دفعه حلقه رو در آورد سمت محدثه گرفت و گفت با من ازدواج میکنی؟ یه لحظه قلبم از تپش ایستاد. این چی بود من میدیدم؟ انگار کابوس بود. باورم نمیشد. به جز خانواده میلاد و محدثه بقیه همه شوکه شده بودن. چهره مامانم برافروخته بود اما مشخص بود لبخند زوری داره. انگار دوتا خانواده بین خودشون حرفاشون رو زده بودن و حالا داشتن این نمایش رو بازی میکردن. چون میلاد گفت همیشه دوست داشتم اینجوری هم ازت خواستگاری کنم و منم با اجازه بابات این کارو کردم. محدثه از خوشحالی داشت گریه میکرد. همه شاد بودن بجز ما. شب تولد 22 سالگیم بود. اما همه توجه رفته بود سمت اونا. حالم از محدثه و خنده‌های فخرآمیزش به هم میخورد. انگار هیچی از اطرافم متوجه نبودم. هیچ کس انگار منو نمیدید. توی کمای سخت بودم. کیک نبریدم. کیک نخوردم. دیگه کسی حواسش به من نبود. آهنگ گذاشتن و میلاد و محدثه حسابی رقصیدن. ولی اون شب تا صبح نخوابیدم و گریه کردم. من عاشق میلاد بودم. خودشم اینو میدونست. بارها از بچگی خالم گفته بود من عروسشم. همه اینو میدونستن. نباید این کارو با من میکرد. اونم شب تولدم جلوی اون همه آدم. صبح خالم اومد خونمون و تا چشمش به من افتاد شروع کرد به قربون صدقم رفتن. نشست و داشت از مامانم دلجویی میکرد. گفت خواهر من تقصیری ندارم. میلاد خودش محدثه رو خواست. اونم دختر برادرمه. چی کار میکردم؟ تو ببخش. که مامانم انگار که اتفاقی نیفتاده سری قبول کرد. چرا کسی از من دلجویی نکرد؟ چرا کسی حواسش به دل من نبود؟ مگه نه اینکه اونی که بیشتر اذیت شده منم؟ خاله رفت. منم رفتم تو اتاق و افسرده شده بودم. هیچی نمیخوردم. فقط شنیدم از حرفای مامانم که ماه دیگه عقدشونه. همه آرزوهام نابود شده بودن. رویاهایی که با میلاد داشتم شده بودن مشتی خیال پوچ. دلم میخواست بمیرم. سنگ صبورم فقط اکرم بود. چون من تک فرزند بودم و هیچ کسو نداشتم. همیشه احساس تنهایی میکردم. کلا تنها کسی که بعد خانواده‌ام دوستم داشت اکرم بود. یادم بعد 2 هفته از اون تولد نس رفتم دانشگاه. اکرم گفت نیلا شماره اون دعانویس رو بهت میدم، ببین فقط تلفنی کار انجام میده اما ردخور نداره ولی پول زیادی هم میگیره. با حرفاش وسوسه‌ام میکرد. منم که آب از سرم گذاشته بود و داشتم میلادو از دست میدادم. قبول کردم. یادم وقتی داشتم زنگ میزدم به اون آدم دست و دلم میلرزید. استرس بدی داشتم. صداش که توی گوشی پیچید حالم بد شد. میخواستم بالا بیارم. نمیخوام اینا ازدواج کنن. حالم از محدثه به هم میخوره. از بچگی بهم فخر فروخته. اون شبم داشت با خنده هاش بهم غرورم و له میکرد. دوست دارم نباشه و میلاد بیاد سمتم و دوستم داشته باشه.
با گریه اینا رو تعریف میکردم. گریه همراه با خشم این چند سال. اون آقا شروع کرد به آروم کردنم. گفت عکسشو از تلگرام برام بفرست و مبلغ 6 تومنم واریز کن. نگران نباش، همه چی درست میشه. این از انگشت کوچیکه من برمیاد. میلاد با محدثه ازدواج نمیکنه، مطمئن باش. از جمله آخرش حالم خوش شد. حس خوبی گرفتم. از نظر مالی مشکلی نداشتیم و با جون و دل این مبلغ رو واریز کردم. باورم نمیشد که قرار ازدواجشون به هم بخوره. خیلی شاد و خوشحال بودم. 2 روزی گذشت و خبری نشد. ناامید شده بودم. زنگ زدم به همون آقاه. گفت امون بده، خیالت راحت. اگه من گفتم اینا ازدواج نمیکنن، پس نمیکنن. دوباره با حرفاش بهم دلگرمی داد و خوابیدم و صبح با صدای جیغ مامانم از خواب بیدار شدم. سر سیمه رفتم از اتاق بیرون. ترسیدم. رفتم سمتش. هرچی گفتم چی شده چیزی نمیگفت. براش آب آوردم. یهو چند بار گفت محدثه. گوشمو تیز کردم و با حیرت گفتم چی شده مامان؟ محدثه چی شده؟ با چیزی که گفت شوکه شدم. ته دلم خالی شد. انگار اشتباه شنیده باشم. دوباره پرسیدم چی گفتی؟ گفت محدثه مرده. دیشب توی خواب سکته کرده. مرده. باورم نمیشد. محدثه صحیح و سالم بود. چرا باید یهو سکته کنه؟ اصلا امکان نداشت. باورم نمیشد. قلبم داشت تون تون میزد. خاطرات بچگیمون یهو از جلوی چشمم گذشتن. مامانم آروم و قرار نداشت. لباس پوشید و گفت باید بریم خونه دایی. آرومش کردم. گفتم صبر کن لباس بپوشم با هم بریم. سری رفتم توی اتاق و زنگ زدم به اون آقاه. حسابی عصبانی بودم. گریه میکردم. اتفاقو بهش گفتم که یهو گفت مگه نخواستی با هم ازدواج نکنن؟ خودت خواستی. چون چیزی جز مرگ اینا رو از هم جدا نمیکرد. حسابی ترسیده بودم. گفتم مگه من ازت خواستم دعای مرگ بنویسی؟ من خواستم میلاد برای من باشه، همین. هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم. تلفنو قطع کرد. چند بار زنگ زدم. خاموش کرد. مامانم با وحشت اومد تو اتاق و گفت تو چه غلطی کردی؟ شروع کرد خودشو منو زدن. گریه کردم. مامان آروم باش. یه گوشه نشست و از حال رفت. گفت با چه رویی برم خونه برادرم؟ چند ساعتی گذشت و آروم شد. رفتیم خونه دایی. همه گریه میکردن، جیغ میزدن. من ولی خجالت میکشیدم. نگاهی همراه با گریه مامانم به من عذابم میداد. پر از تأسف بود. از چشای مامانم خجالت میکشیدم. یهو میلاد وارد شد و همه جیغ کشیدن. رفت بغل خالم و گریه کرد. چشاش کاسه خون شده بودن. حالم داشت از خودم به هم میخورد. گریه های مامانم از همه بیشتر بود و فقط من میدونستم چرا محدثه رو دفن کردن. میلاد چند باری از حال رفت. دیدنش تو این وضعیت داغونم میکرد. فکرشو نمیکردم اینقدر دوستش داشته باشه. کاش منو هم اینقدر دوست داشت. هنوز باورم نمیشد. توی شوک بودم. 40 روز گذشته بود و قشنگ پیر شدن میلاد رو دیدم. پیر شدن مامانم رو دیدم. مامانم هنوز با هم حرف نمیزد. روشو ازم بر میگردوند. اون دهانویس شمارش دیگه روشن نشد. سر این با اکرم بحثم شد و ارتباطم به هم خورد. از وجدان نابودم میکرد. چند بار اقدام به از بین بردن خودم کردم، اما هر بار ترسیدم و سرانجامی نداشت. دلم نمیخواست اینجوری شه. فکر نمیکردم دوست داشتن میلاد اینجور تاوانی داشته باشه. الان 2 سال از این اتفاق میگذره. میلاد مثل دیوونه ها شده. مامانم از من نفرت داره و تازه 6 ماهیه با هم حرف میزنه. هیچ کس جز مامانم که این رازو ریخت توی خودش و غمباد شد خبر نداره. هر از گاهی میرم سر خاک محدثه و میگم منو ببخشه. گاهی هم با خودم میگم اصلا شاید تقصیر من نبوده و اونا همه خرافات بوده و فوت محدثه همش یه اتفاق بوده. میلاد هیچ وقت بهم علاقه من نشد و من پشیمون هستم. نمیتونم باید چی کار کنم. همراهای همیشگی کانال شب داستان، داستان امشب هم به پایان رسید. اگر خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید چون باعث بیشتر دیده شدن ویدیو میشه و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. اگر دوست دارید که داستان زندگیتون در این کانال پخش بشه حتما به آیدی تلگرامی که در دیسکریپشن هست پیام بدین. در پناه خدا باشید. ارادتمند شما، شب داستان.